هوش مثلا این پرسم تو سال 25 ثروتمندترین مرد کیان؟ سه توی اول خیلی شوکت میکنه. بریم شماره 10 دنزل واشنگتن 280 میلیون. لئوناردو دیکاپریو 300 میلیون. آدام سندلر 330 میلیون. رابرت جونیور 340 میلیون. دیوان جانسون 350 میلیون. جورج کلونی 600 میلیون. تام کروز 700 میلیون. شاهرخ خان مثلی به ستا شد 800 میلیون. جورج ساینفلد اگه اشتباه نکنم 1 میلیون دلار. تایلر پری 1 میلیارد و 200 میلیارد دلار. ماشین حساب تو در ببینم چقدر کم داری؟